الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، به ما سؤال آمده است که یک دعوتگر در روسیه وجود دارد که نامش شمیل علایالدینوف است. شمیل علایالدینوف. و این انسان کتاب‌های گوناگونی نوشته است و بعضی از کتاب‌هایش به تاجیکی ترجمه شده است. تاجیک‌ها ترجمه کردند کتاب‌هایی که به زبان روسی نوشته شده است. به مانند فقه و سنبیان گفتند و بعضی از دیگر قصه های پیامبر، حیات پیامبر و غیره. به ما بگوید که این انسان کیست و آیا کتاب‌های همین انسان را خواندن و استفاده کردن و ترجمه کردن جایز است یا نیست؟ این انسان در الازهر مصر شهر قاهره تحصیل گرفته است و عقیده اش این اشعری، ماتریدی و طریقتا صوفی هست. انسانی هست که شرک را جایز می داند و استغاثه کردن، طلب فریاد کردن از غیر الله را، طلب شفاعت از اولیا و از انبیا را و دیگر از کفریات را جایز می داند. همین انسان شمیل علایالدینوف دموکراتیا را کفر نمی داند. حکم کردن به حکم الله رب العزت و الجلال را ضرور نمی شمارد. پس باز چی می خواهید؟ اصلا مشرک را مشرک نمی گوید. یعنی این انسان یک گمراه است. این انسان به کفر واقع شده و به یک چند نواقض اسلام واقع شده است. کتابهایش پر از خرافات، پر از گمراهی، پر از ضلالت است. هر کسی که سخنهای همین انسان را زیاد گوش میکند و کتابهای این را زیاد مطالعه میکند، داند که عاقبتش ظلماتی است، عاقبتش گمراهی است و اعوذ بالله واقع شدن به شرک است. این انسان منهجش منهج غلات اشاعره و ماتریدی است و صوفی است و طاغوت پرست است. به نهایت طاغوت پرست شدید است. یکی از لشکران حکومت روس است. الله خارش کند. قاتله الله. به نهایت ضربه شدید به اهل سنت و الجماعت میزند و سخنهای قبیح نسبت اهل سنت و الجماعت میزند و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که صحیح آمده است در قرآن و سنت انکار میکند و اجماعهایی که آمده است انکار میکند. این یک خبیث بیش نیست و این در حقیقت علم ندارد. علمی بدعتی دارد و علمی منهجی اهل سنت و الجماعت ندارد. از همین جهت کتاب‌های این را ترجمه نکنید، درس‌هایش را پهن نکنید و درس‌هایش را گوش نکنید و بدونید که این یک گمراه است. بارک الله فیکم.